باد و هوای مساعد، انتخاب نوی پیش‌پزک تخمی و اصول نوی معاصر اگروتکنیکای پرورش با دهقانان و کشاورزان ناحیه دوستی امکانات فراهم آورد که سال جاری نیز از اولین‌ها شده محصول دست خود را به بازارها برآورند. چنین به نظر می رسد که در شرایط کنونی دهقانان خواجگیداران برای به فروش گذاشتن محصول دستشان هیچ دشواری نمی‌کشند، زیرا محصولات پرورده آنها طلبات زیاد داشته تاجران آمده از سر زمین دسترنج پخته رسیده محصولات فلزی زمین‌های دهقانان را خریداری می‌نمایند که این به خواجگیداران امکان می‌دهد به تلف وقت محصولات کشاورزی خود را به فروش گذاشته و فایده به دست گیرند و هم مشغول کار دهقانی خود گردند. حاضر ما در زمین‌های خواجگی دهقانی قویم جماعت دهاتی نوروبخش در وقت جمع‌آوری حاصل قرار داریم و حاصل خربزه‌ای که حاضر چینده ایستادن این نوی دکارت از تخمی گالانته می باشد. در ناحیه در زیاده از 900 هکتار زمین پولیزی کوریده شده است. از آن زیاده از 490 هکتار حمدلک و خربزه می باشد که الکی به همین روزا حاصل جمع‌آوری حاصل بر وقتی حمدلک و خربزه بر وقتی جمع‌آوری شده است و به بازارهای داخلی و خارجی کشور صادرات کردن الکی دهقانان ما سر کردند. واقعا دهقانان ناحیه دوستی تلاش می‌نمایند که هر سال میدان کشت را در چند و حجم استحصال سبزیجات و فلزی‌ها را زیاد گردانند، زیرا از این نوع محصولات فایده بیشتر به دست آورده همچنین در تامین امنیت رزق‌آوری مملکت سهم ارزنده خود را می‌گذارند.